به تو ای عاطفه ای آلیه نور سلام. زی من از شهری غریبی زی رهی دور سلام. پر امیدم که صحت باشی سلامت باشی، سر و پا نور پر از نوری سعادت باشی. با امید خوش و روزگاری آباد و آسوده شما، السلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند و دوستداران برنامه های تلویزیونی سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی زادروز مبارک مهمان کاشانه های شمایم. در این شام زیبا، در این لحظه های فرح بخش، کلی آن نفرانی که در این سنه جشن زادروزی دارند و یا دیگر سنه های فرح بخش حیاتی را در حلقه عائله، پیوندان و نزدیکان جشن میگیرند، صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. ای حسن بهار زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک. خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. با چنین بیت تبریکاتی حسن آغاز میبخشیم. باعث سرور و شادی است که در این سنه فرح بخش رحمتوف ابوبکر جشن زادروزی دارند. رحمتوف ابوبکر شما را با بهار 21 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند. همسر مهربانتان شاهانه بانو، پدر عروستان خرم بای، خوشدامنتان زرینه، با جهایتان علیم جان، بابا جان، خواهر عروسهایتان معرفت، ظریفه، پیوندانتان ابراهیم جان، محمد جان، عزیز بانو، منیژه بانو، بی رابیه، بیوی جان، همچنین اهل عائله بابای فا صمیمانه تبریک گفته برایتان تمام خوشی های عالم را آرزو دارند. به این تبریکات شریک هستند پدر و مادرتان، پیوندان و نزدیکان، اهل خانواده. شما را صمیمانه تبریک گفته برایتان تمام خوشی های رنگین جوانی را آرزو نموده چنین میگویند. امروز که 21 ساله شدید، خدا کند که 100 ساله شوید و به بهترین آرزوهای خیش و با گل عروسک زیبایتان همیشه خوشبخت و سعادتمند و پیروز باشد. هرچی مقصود دلت باشد دهد پروردگار، گر تو یک باشی خداوند بدهد 1000 و 100,000. مولود مبارک باشد. بگذار قدوم جشن زادروزتان تمام آرزوهای قلبتان را برآورده کند و خوشبختترین شخص و موفقترین انسان در زندگی باشد. هیچگاه درد و غم را احساس نکنید. مدام شاد و مسرور و کامگار و سعادتمند باشد. خداوند یار و طالع مددگارتان باشد. میلاد عمرتان سبز باشد. کند خورشید بختت نورفشانی، به کام دل برس در زندگانی. چو همگان بگفتند با مهربانی، امیدم هستی خوشبخت بیمانی. زادروز مبارک باشد. گلی زیبنده ایامی زادروز، مبارک باد این مولود این روز. نبینی در دو عالم در دو غم را، سعادت خواهمت هم بخت فیروز. زادروز مبارک باشد. ابوبکر گلی سه برگه پایندازی پایت، همه خوشی های دنیا برایت. بخواهیم بر تو عمری سعدیانه، بخواهیم جان و دل را شادیانه. زادروزی نکه مبارک باشد. خواهی مثل سعدی 100 سال عمر ببینی، از دامن امیدت گلدسته ها بچینی. تو را آرزو داریم دولت و گنج، ببینی 100 سال عمر بی درد و بی رنج. مولودی نکه مبارک باشد. به 21 رسیده گلفشان باشی، در کشور مهر ماه دوران باشی. زادروز مبارک باشد. و همگان پیوندان و نزدیکان میگویند آسایش عمر ما شماید، در رشته مهر ما وفاید، در هر نفس شما با ماید، در دیده و دل همیشه جاید. زادروز مبارک باشد. و برای بازم خوش و رنگین گذشتن این شام زادروزی ترانه درخواست نمودند. حتما چون ارمغان زادروزی برایتان تقدیم خواهد شد. و بار دیگر میگوییم که زادروزی نکه برایتان مبارک و خجسته باشد.
تاجیکی میدانه کنه دختر گپ زنه تاجیکی میدانه کنه دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم دوشون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گپر منو لیکن کم کم کنه دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم دوشون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گپر منو لیکن کم کم دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم دوشون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گپر منو لیکن کم کم تاجیکی میدانه کنه دختر گپ زنه تاجیکی میدانه کنه دختر گپ زنه من تاجیکچه نمیدانم دوشون منو لیکن کم کم من تاجیکچه نمیدانم گپر منو لیکن کم کم چند بهاری پرصفا را در زدی تو گلی صدبرگی تر بر سر زدی زنده باش ای شعله خورشیدی ما زنده باش ای خانه امید ما به محفل ماهی تابان در گلستان رنگ و بو باشی الها هر کجا باشی بهاری آرزوها باشی. باری دیگر زادروز نکو برای همه صاحب جشنها مبارک و خجسته باد میگیم. بگذار در فضای کاشانه های شما مدام شادی و سرور و نور و ضیا هویدا باشد. میدانید چیزهای خوب، لحظه های خوش نصیب کسانی می شوند که صبر دارند، تحمل پذیرند. اما چیزهای بهتر را افراد به دست می آورند که اقدام می کنند و به دنبال آنها می روند. پس ما نیز آرزو می کنیم به دنبال آن کار بروید که به آن هدف گذاشته اید، آرزو دارید، مقصد دارید. بگذار به آرزو و نیت های نیکتان برسید. بله، تمام رویاهای ما می توانند عملی شوند اگر ما شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم. پس همیشه زندگی را دوست دارید، زیرا هر روز نو امکانی نو است برای شادی، دوستداری و رسیدن به امید و آرزوهای نیک. بینندگان عزیز، با چنین تمنیات‌های نیک اینجا می رسیم به پایان برنامه. با شما بودیم راوی برنامه دلافروز حفیظ، تنظیمگر خیام جرایف. سلامت باشد.